هر کدوم از این لوازم آرایشی بتونی به انگلیسی بگی واسط میخرمش. خط چشم؟ نمیدونم. خب خط چشم میشه آیلاینر. آیلاینر. لاین میشه خط. آی هم میشه چشم. آیلاینر میشه خط چشم. سایه چشم. آی شادو. 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 آی شادو یعنی سایه چشم. من برای زبان ساخته نشدم. رژ لب. ماتیک. نه اون قدیمی رو میگم، به انگلیسی چی میگم؟ ما قدیمی. لیپ لیپستیک. لیپستیک. پیجمو فالو بکن و کلمه زبان رو کامنت بکن. میخوام توی یه هفته زبان رو بهت یاد بدم. کامنت کنید من برم رژ لب هم بخرم. سطح زبان چیه؟ تو 2 تا ویدیو قبلی معلوم نبود. زیر 0. همین الان بهت 5 میلیون تومان جایزه میدم اگه بتونی با من 5 دقیقه صحبت کنی. I can't. اگه بتونم توی 7 شب از همین جایی که سطح زبانت مبتدیه مکالمت رو قوی کنم بتونی با من روانی صحبت کنی، چقدر حاضری واسش هزینه کنی؟ گلی زیاد. 5 تومن. من توی پیجم از همین امشب به مدت 7 شب ضروری ترین موضوعات مکالمه رو رایگان آموزش میدم. همین الان پیجم فالو بکن، عدد 7 رو کامنت بکن که راهنمایی کنم. ویدیو انگلیسی صحبت کردن هم قرار هفته بعد همین موقع توی پیجم بذارم. ان شاء الله به امید خدا میتره کنیم.